الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در موضوع اینکه صدقه را ما پنهانی کردن ما خوب است یا اینکه آشکارا کردن ما خوب است. صدقه در این باره مفسرین از جمله ابن کثیر رحمه الله و خطیب بغدادی باشد و دیگر که هست، دیگر مفسرینی که در این باره صحبت کردن از جمله شیخ محمد علی صابونی را که می‌فرمایند که صدقه اگر نفلی باشد پنهان کردنش در خوبیش همین است که از ریا و از خودنشانتی و دیگر که هست تفخر از این چیزها در امن میماند انسان. در حدیث دیگر پیامبر مثلا می‌فرماید که بهترین صدقه همون است که وقتی که انسان براستش بدهد و چپش نفهمد. این علما می‌فرمایند که این در صدقه نفلی هست و دیگر الله پاک در دیگر جا تعریف کردگی است که انسان‌هایی که صدقه میکنن در سریشون و علانیتشون، که در آشکارا، اونها بهترین انسان هستند. میگه الله پاک اگه فهمیده بشه که سری هم میشه صدقه کردن و آشکارا هم میشه که صدقه باشد و ریا نباشد. چگونه؟ حتی بعضی اهل علم گفتن که اگر که آشکارا بودنش خوبیش همین است که شاید بعضی انسان‌ها مثلا که از صدقه کردن خیلی غافل هستند و از دستگیری کردن خلق الله بی‌پروا هستند، وقتی که این نفر خدا ترس، این نفر میخواد که به خلق الله خوبی کند، این وقتی که صدقه میکند اون در یک آگاهی میشود، برای تشجیعش میگن، اونا بگیم یک ترغیب میکند و شجاعتمندش میکنه که در کار خیر کی اونا بکند. این حالت اگر به این نیت باشد و همین خیل مکان و همه حالت همین خیل تقاضا کند، آشکار کردنش بهتر است. اما حالتایی که همین خیال حالت عادی ده اون بخواد صدقه کند، پنهان کردنش چی است؟ این حالت بهتر است. الله پاک در سوره بقره این آیت چی ذکر کرده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. میگه اگر شما آشکار کنید صدقاتان را پس چه خوب است، الحمدلله ماشاءالله خیلی خیلی صدقه کرده باشی اجر پاداش میگیری. و این تخفوها اگر که پنهان کنید و تؤتوها الفقراء اگر همراه فقیرها را بیاری بدهی پس اون خیرتر است برای شما. یعنی که چی آشکارا میکنید صدقه را، چی پنهانی میکنید، در هر دوش خیر است. میگه الله پاک به همین سبب علما میفرمایند که اگر پنهانی باشد از ریا و از سمعت از دیگر چیزها در امان میماند انسان. اما یک جایی هست است که اون شاید که صدقه کرده است تا اینکه ثوابش از الله بگیره و دیگرها را تشجیع کند، تا اینکه دیگرها را ترغیب کند که شما میخواید خلق الله دستگیری کنید گفته، در این حالت چی کردن؟ آشکار کردنش و بهتر است میگن. اما در زکات باشد، صدقه فطر باشد، این چیزها در باشد اهل علم غالبش در همین قول هستند که آشکار باید کند، چون که هست آشکار کردنش اونها در یک آگاهی است که این فرض الهی است و این واجبی هست که مثل صدقه فطر این چیزها دا اونها را علما میفرمایند که آشکار باید کند، تا اینکه اونها حتما باید بفهمند که این فرض است. نفل اگر که نفهمیدن، نفل اگر از دست رفت، مثل اگر که صدقه های نفلی این او قدر بگیم که ضرری بعد نمیبیند انسان، شاید که یک حالتی میاد خبر میاد، اما در فرض اگر از دست برود این گناهکار کبیره میشود. به همون خاطر فقط نیت را خوب نگاه کرده و در فرض وقتی که صدقه فرضی، یعنی که از جمله زکات و این چیزها را برآوردند، باید آشکارا باشد که تا اینکه فلان زکات برود دیگرها را خبردارشان و آگاهشان که فرض از دست آنها را نرود. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.